حضرت خالد ابن ولید طرف قرآن که میرید گریه‌اش میامد که قربان تو کلام خدا شوم، چنان در جهاد مصروف هستم که یک صفحه قرآن نمیتونم بخونم. تو در چی مصروف هستی که قرآن نمیخونی؟ خالد ابن ولید وقت نداره به جهاد فرض خدا، در برابر کفار مصروف است. قرآن میرید گریانش میاد. صحابه ها به حضور مادرشان می آمدن، مادر جان قربان شوم یک ماه شده ندیدیم، ببخشی که به خدمت محمد مصطفی هستم. تو که به مادر خدمت نکردی به خدمت کی هستی؟ وقت است بیش مزاحمش برادر عزیز. بالاتر از پول او یک بار دیگه براتون گفته بودم که مردمای غربی ها، یعنی کسایی که انگلیسی میگن و میفهمن، میگن the time is gold، وقت طلا است. اما قرآن میگه بالاتر از طلا است، نه الماس، بالاتر از الماس است که بموری وقت خلاص است. ای برادر در جنت وقت نیست، خبر است؟ در جنت وقت نیست، در قبر وقت نیست که مردی عمر خلاص شد، وقت خلاص شد. او آخرت است دیگه، اینجا دنیا است.